در اصل بسیار یک کاری حرام شد. ظریف حاجی ظریف به نام ظریف عبداللهیو در تاریخ 8 ایون 2020 قصد خودکشی کرد. خودش در نزد ریاست مالیه در شهر کلوب علو زد، آتش زد با نشان اعتراض که 21,000 سومانی من نمیته وزارت ریاست مالیه در شهر کلوب. خودش کشت. ویدیوش هست، بیچاره میگه همین پولی ما را نمیتن. اعتراض کرد. یعنی به تنهایی این کارش حرامه. این کارش حرامه. یگان نفر به خودکشی دست نزنین هم وطنان گرامی. این کار روی حل نیست. اینا امور رئیس یا که امور ریاست به یگان جوابگری به یگان حکم چیش کردن، سوال جواب یا که جزاش دادن، با یگان کارشو نکردن. این بیچاره میدونه که خودکشی نفر مسلمان باشه راست به دوزخ میرود. اینا دیگه فتوا هم در کار نیست، علمی اسلامی هم در کار نیست. خودکشی حرامه، جنازش هم درست نیست. خودکشی خطی تماما نزدیک نشین به خودکشی. بعد از او عبدالغفار اسکروف در نزد حکومت ناحیه رودکی 16 ایون ای بچه یک هفته بعد هفتم حاجی ظریف بدی مسافر خودکشی کرد در شهر کلوب. یک هفته بعد 16مش این مردک دیگر در نزد حکومت ناحیه رودکی اوکسوس سیرکا خورد مردک و نشانه اعتراض. برای چی؟ پیسرش بردن بگن و 12 سال شنوندن. ای بچه با میگم خودکشی حرامه. ای بگذار رحمانوف بکشد. کشتن رحمانوف ای خودکشی ای زمین تا آسمان فرق میکنه. اینا بدونین. ما یک همه ما شما باید همه ارزو را داشته باشیم. هر کسی مسلمان باشه در دلش در قلبش باید ارزوی شهیدی باشه. شهیدی را میدونید چه؟ شهادت. شهادت بارونیه که در سر هر نفر نمیریزه. خودکشی کرد، کاری حرام در دست داد، اما اینا اعتراض میگن. اعتراضی به تنهایی نمیاد. آخران نفرش 26 اکتبر 2020 من سه نفر میگم در 2020 شده. او خودکشی هایی که برای خانه، برای عائله، برای زمین، برای نان و نمک باشه بول من نگفتم. تنها به موضوع ما داخل داره این خودکشی ها، این اعتراض ها. شرفگان خواجه قلوف یکی از کارمندای فرودگاه بین المللی فرودگاه شهر دوشنبه گویا خودش در قلبش تیر زده. تپانچه میگه پیستولت قطعی. پیش از کشتنش SMS ران کرده که برادر دادر خودشه بیا جنازه مرا از فرودگاه بر. ایرا بید همه خیلی خواند ما امیره بسیار یک تاثیر کلان داره که نفری که زنده تو در SMS پیامک میفرسته که بیا مرده مرا ببر. چه خیلی میشود؟ ما جنازه رو ببینیم زور میگریم. پدرت باشه، مادرت باشه، برادرت باشه، ملا باشه. برای چی میگری؟ ای دنیا رفت میگوی. تصور کن در زنده بودنش تو در میگه که بیا جنازه مرا ببر فرودگاه. این هم با نشان اعتراض. 9 ماه معاش ندادن، خودکشی کرد. معاش ندادن. اومدن یگان نفر به جوابگری کشیدن نکشیدن. با میگم که خودکشی نکنین، خودکشی روی حل نیست. ببرا زید رحمانو گپ زبر زندان کنه برا بکشد. این فضیلت داره، میدونین برتری داره، خوبی داره، بدی نداره.